السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشین در این روزهای رمضانی. فکر میکنم که این نوار به همه ما و شما پسند میاد، زیرا که هر یکی ما و شما پدر داریم، مادر داریم، خواهر داریم، اپا داریم، همسر داریم، یعنی که نزدیکان داریم. میخوایم اونها را به یک چیز خرسند بکنیم، به هم خاطر نوار را دستگیری بکنین، پهن بشه و به دیگران برسه و اونها هم عزیزان خود را وقتشان خوش بگردونند. حالا یک جا میریم ان شاء الله این نوار را تا آخر تماشا کنین، میبینیم که چگونه نوار رفته. چیزی بد نیست. من فکر میکنم که هر یکی ما شما را پسند میآید. خیر اگر که باور نداشته باشین بیا یک جا میبینیم. انا اکنون معلوم شد که برای شما ما چی پیشنهاد میکنیم. به خاطر آمد عید سید رمضان با پدر و مادران، با اپا و خواهران، با همسران بهترین تحفه ها کعبۃ الله را پیشنهاد میکنیم که هم مردانه و هم زنانه پیشنهاد شما میکنیم. نو را تا آخر تماشا کنین. ان شاء الله من فکر میکنم که برای هر یکی ما و شما پسند خواهد آمد. اینا استحصال ترکیه می باشند. به نهایت کچسفش خوبه. خیلی که میبینید این برای زنها آماده کردگیم. اینا حجر الاسود، این در کعبه و همین خیلی میکشویم الحمدلله قرآن مبارک و مشک انبر. اینا خیلی که شما میبینید 10 چیز گفتیم. در دویم اتاجش با این خیلی میکشویم یک تا جای نماز و آب زمزم و تسبیح الحمدلله برای مادر جانا اپا و خواهرها آماده کردگی. به نهایت تحفه خوبه. ولی برای مردا ان شاء الله برای شما با نشان میدیم. انا اینش برای مردها خیلی گفتیم میکشویم الحمدلله. اولین تحفه این قرآن مبارک میباشد. دوم باشد اینا تاقی ماه ستاره به مانند که من ماندم 3 تا 4 تا و دوم اتاش ان شاء الله میکشویم آب زمزم و اینا خیلی که میبینید جای نماز و تسبیح برای پدران. این تحفه های نازنین را شما میتوانید که از مغازه زیارت شاپ خریداری کنید یا اینکه برای دسترس کردن به رقم های روی اکران در واتساپش مراجعه کنید. ما در خدمت هستیم. با تمام گوشه و کنار دنیا حتی با وطن عزیزمون روان میکنیم. رمضان و عید رمضان رو برای هر یکی ما و شما الله متعال مبارک گرداند.